बुंगीज गुन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के हर जाय हस्ते दुआ वजूडो सरबुरजो सोबिन बेत अजीज़ गुलिन चारू का वशात दोती पिरिया में बलूचिया के अफगानिस्तान मिल्लिंग गोशगिंदा पशमाशिंग को ताला नबित अजीज़ गुलिन चारू का राज कशमागंदे मरूची बे निमरूज वलायत बेलेसा तखनीका आतगन तो रवंद के मुशमारा सरपदी देंत के ई लेसा چونت رشته دارید و چه اندازه کواس داری سالیانه چه اندازه کواس فارغ التحصیل بید و مشمار یک جوانین و وشین سرپدی دهند روند که پیریاما گونش ما یک جا دیما برند و امید داریم که تا گوش سرای پیریاما هم گندو کچاروک بید تیا شکانی دل مولا گوتیا دانن تیا شکانی دل مولا گوتیا دانن تیا شکانی دل قربان پاتینا مانن تیا شکانی دل قربان پاتینا مانن نام تهی الله انت باز عزیز گندوکان رازق شما گندید به آمریتا لیسه تخنیکان امروزه هستند و آمر گونوت و تیپانا دادارند تو اشرا پشمان خستین قدم تا درستی کنین آمر صاحب واجه محمد رضا سلطانی آمرند لیسه تخنیک ولایت نمروزه واجه جان باز وشال هستند که وتی قیمتین وقتا امروچی بی وعده به مادات و مال دم وتی امانت باز منتوار شما صاحب سلامت و تشکر شما تشریف آوردید و همچنان عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان تلویزیون ملی. سلامت بید. بلیسه تکنیک باره و کارکنوک و پرسونلانی اگر مارا سرپدیدت باز وشاله بین شما. لیسه تکنیک 8 نفر پرسونل دارید که 3 نفر استاد هستند و آمر و مدیر تدریسی، کارکن خدماتی، شباش و معتمد انت که نظر بودی لای وظایف کارکن. منتوار شما. نمروز تکنیک لیسا کجام بحران تا کواس جلب و جذب کند. لیسه تکنیکی زرنج رشته الکتروتکنیک یا برق، رشته آبرسانی یا نلدوانی و رشته ترمیم موتور فعلا فعال هستند و کار کنند. سالانه چند کس کواس شوتی رشته فارغ التحصیل بیند؟ حدود 10 الی 15 نفر فارغ التحصیل بیند و بعضی روان دکان بود پاچه کنند، بالاخره به صورت آزاد کار کنند، یک تعدادی هم روان به ارگانهای دولتی کار کنند و وظیفه گیرند. پا کواسان ساحه کار عملی یا همه هندو جایی که کار عملی باید انجام دهند آیا بریبر هست یا نه؟ بله، کار عملی هم در ساحه لیسه پاوان بریبر بوده، یعنی صنف کار عملی دارند اگر تمام تجهیزات پاوان مهیا بوده که توانند وقتی عملی کارانه به می سنفه تا دیما برند. و بیرون لیسه هم بعضی از سکتورهای خصوصی تفاهم نامه امضا کردن، شاگردان برن هم نام عملیشان وقتی درسانه کار کن. واجه جان باز منتوار ششما که تایید مکترا وتی قیمتین وقتا به ما داته تو ہمارا باز یک جوانین و وشین سرپدی داته پی زمینان لیسه تکنیک باز ششما منتوار صاحب. تشکر، سلامت به بازم شما تشکریه کنم بخاطر که هاتید زحمت کشیدید. انشالله که انعکاس خوبی ما داشته بید. این چارو کان رازق شما گندیت یک ورنه نیپانا داشته گند روان گنایی هم گپیه کنند و رازق شما گندیت یک تانک جور کرتگیت یک کاردستی روان پیس راگوای مشبه درستی بیانت و زانن که کی است و ترا صاحب اگه پا درستی کنه باز وشاله. بسم الله الرحمن الرحیم. نام شکرالله انت شمین نمروز مردمانم سال 98 ماش انجینری برق فارغ بودم و مدت 5 سال تقریبا در بیس استاد به می تکنیک تدریس کنیم و این پروژه که شما داگنده اما ایشی سرا تقریبا 2 ماه کار کردن. این پروژه است که فقط اما شکر نشان دهند که ما شاگرد که درس توانند تمی توانایی دارند که ما به امکاری هم توانند تمرینگ پروژه جور کنند و شیشان ان شاء الله ما توتی رو با کارایی گشتر هم توانند جور کنند. و این پروژه که است براس تانک کنترلی انت
و یتوان تا 3 کیلومتر چکند را برود دورا کنترل بید و وقتی که فاصله دوری بیتی باز بک امکانات بیشتری داره که باید یک دوربین بی که ماشرای دور ایشتری چکنن گندن و توانن کنترل کنن و ایشی تا ماش امی وسایل ابتدایی که میشاره تا پیدا بین تا ما استفاده کردن و ما توانن چرا گوشن که نمروز تا الحمدلله استعداد هست و می شاگردی توانایی دارن که هر اگر پوان شرایط و زمینه مساعد بی هر چیزی که مثلا فعلا دنیا تا جوره بیت یم توانن جور کنن. واجه جان چون مدت طول کشید که شی سرا کار کرتید و تو انت چی وسایل مثلا نشی تا میانون کار شوتا که شوان استفاده کرتید و کنترل که دارید کنترل چرا کم بیشی کار کندم و دستگاه که بیشی ترا مثلا شما کارایی سر اشتید چون مدت زمان برده و کجا پرام کرتید. خدمت شما عرض کنیم که یکی از وسایلی که در استفاده ریموت ما گفتن فلای اسکای دا چینل انتا و ایشی تا ما سرو موتور کار گفتن که مثلا سرو موتور قابلیت دارن که رای دور فرمان پذیرند یعنی کنترل بیاند مثلا چون ما شاید تلویزیون چه کن سویچ جن تلویزیون روشن یا خاموش بید ما میرنگه قابلیت داری که رای دور چه بید کنترل بید و ما سرو موتور داری و بعد چای ایشی تا میکروسویچ استفاده بوده که میکروسویچ است امی فرمان به امی موتور ندن که موتور روشن بید یا خاموش بید که مثلا ما شما بتوانند موتور چی کنن اما تانکا حرکت دهن و این فرمان نه کنترل دادن به ما سرو موتورن و سرو موتور فرمان دادن به ما میکروسویچن که چی کند ایدا 4 دانه موتور اشته به کار شده که 4 دانه موتور به خاطر که هم میشه قدرت باز بید و هم ایتوان که راست چپ دور جند و دو موتور ما پیشی نولا در نظر گرفتن و میشی چیا که مثلا فیر جاین تا که هم جالبور تبید و هم توان دور جن که اگر ما مثلا یک توان اتوان کشی سر یک سلای بندن چون یوت سنگین انت مثلا تا کلاشینکوفا توان راحتش سر بندن و این قابلیت چی هم داری فیر و عملیات هم دارید. واجه جان اگر گوشه که ایتان گمی ریموتی که دارید یا گوتی امی کارایی که پیلان دارید چی اندازه توان که مثلا را یا مساحت طی کن؟ براس بشم سوال جواب باید گوشین که این ریموت کس قابلیت 3 کیلومتر داره یعنی 3000 متر دور چی کند اما سرو موتور قابلیت فرمان پذیری داره یعنی چی کنترل بیاند و 3 کیلومتر کس اگر فاصله صاف بی تو خمش ما توانن اشراقین شاید اشراق کنترل کنن. واجه جان اگر امکانات بشم دستا بید امکانات وسیع داشته به تو فراهم بی تمام زمینه آیا شما توانید که همیشه مدل توینی هم ترتیب دهید یا جور کنید؟ اگر امکانات بیت و شرایطی بیت هم 100% جوره بیش مشکل نیست. بس منتوارن صاحب ششما. بس سلامت بید. باز خوشحال دانش شما ما تگیتش. شما مکتب دیدن کردید. باز خوشحال. عزیز گندوکان رازق شما گندیت یک کواسش لیسه تکنیکا و تیپانا دارند روند که گناهی درستی بیان. واجه جان کی هستش کجا اگه وترا معرفی کنه یا درستی باز وشاله بشه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابراهیم ولد محمد ولسوالی کنگو ناتون دشاره درسوانی. منتوارن شما. واجه جان چه رشته را درسوانه وات؟ دیگه رشته برقوانین متعلم اسم به 12 رشته برقی که انتخاب کرده چه شوق و علاقه داشته که وقت امی رشته پا وقت دورچین کنه کرده؟ دیگه شوق و علاقه داشتن دیگه به رشته برق انتخاب کردن دیگه رشته برقوانین دیگه پا دیگه ورنهانم پیام دارین که برقوانن. چون شوتی استاد و شوتی درسی که بهش داده بید راضی و وشنود هستید یا نه؟ دیگه شکر الحمدلله شو استادان راضیان خدا را شکر خوب درس دادن شکر درس خوب انت فضل الله. پیل حالش میگس به ولسوالی انت یا به می شهرت است؟ دیگه گس ولسوالی کنگ انت دیگه اتون شهر در درس وانی. آیا بخش لیلیه هم دارید که وقتی شپا او در روج کنید یا نه؟ بله شکر الحمدلله لیلیه هم دارید دیگه شده که ساعت 12 رخصت بیان روان لیلیه دیگه لیلیه خدا را شکر دارید. بله آیا بخش کار عملی سمپ جای هستی که شما وقتی کار عملی او انجام ده تمام مواد چیزی که هست فراهم هست به شما یا نه؟ دیگه بله کار عملی هم دیگه روان شما میدن سمپ کار عملی دارن ایدا کار کنن دیگه بعض موقع که دیگه در بیان روان گو برکشته گو تعمیر کار کنن ادا عملی کار کنن عملی گندن. اما وقت صاحب به مدت چون وقت که آتگه و چی یک کار عملیه تا چی یک چیز وقت جور کرده همچین چیزی هست؟ بله دیگه این 3 سال درس وانین سمپ 12 من
دیگه ایش دوم سمستر آخر انت بلیان مواد یک امی کنتاکتور جور کرتن که دو کار کن، برق سی و برق دیسی، یعنی برق زنده و مرده کن. دیگه دستگاه جوجه کشی جور کردن، دستگاه ابسارکون جور کردن، دیگه تانک جور کردن، استادان همکاریان دیگه شکر الحمدلله فعالیت دارن. شا مسئول و زمواران پی زمینه تا مثلا پلیسه تکنیک چیه که لوچگو واحق دارد؟ دیگه مسئولان این خواهش دارن که مثلا همه کار عملی باید همه بعد وسایل ندارن، وسایل باید فما تامین کنند و یک لیلیا که فما باید بهتر رسیدگی بی. صراحتاً که ای ورنا و هی کواسی که بیدا درس وانی بلیسه تکنیکا و شوتی رشته یک کار عملیه تا یک اسباب و وسایل جور کرده به نام کندکتور. یکی هستی کنتاکتور انت دو کار کن، برق زنده و برق مرده. مثلا ای پا شرکت هم پا جای استفاده که لوتان شروچه برق سولاری استفاده کنند و طرف شفام که هستی لوتان برق شهری بیت ای همی کارا کند و ای کنتاکتور اتوانند اما شرکت هم یا جای که استفاده بیشیش استفاده کنند اتوماتی و دو کارا کند. عزیز گلن چارو کان رازق شواگن دید آتگن به آمریت تعلیمات مسلکی و تکنیکی و نون گونوات آمر صاحب مولوی نظیف الله عثمانی گونوات دارن تروان که گونای گپوتران کنن واجه باز وشال استن که وتی قیمتی وقتا به مادات تو اماره وتی کارگسا دم لوچته تو منت باز ششما وشال است صاحب. بس الله پاک شمارا هر وقت بیارید اما ار خدمت بیتن اما انشالله شما خدمت هستند او شما همکاری اما قبول دارن او ما همکاری کرده گید او همکاری کنید همکاری دارید گوما الله پاک شما را میشه بیارید و میشه میرنگیم برنامه شما داشته باید. منت وارا ششما صاحب. پا پراغت و پارغین کواسان آیا زمینه کار بریبر هست یا نه؟ دا بخش مثلا همی شاگردن که فارغ باین تمیش مثلا یا لیسانا یا مثلا شینستوتانا شاوان است چی پاوانی رنگین زمین برابر است که بعضی هستن مثلا مؤسسان کار کنند، بعضی اکثر مثلا همی شاگردن تمام اداران تا هستن مثلا پاوان کار زمین برابر او پالی شمه اداره طرف مثلا نیرنگ بوده دیم اما امی قراردادی و استازانا که گبتن شدیگه مثلا چیه نتند تعلیمات عمومی شیشان امبران اما را گشتن که مثلا شما باید وطی جنده اما شاگرد که فارغ بوده شلیسا یا اینستوتا در پاس ایشان باید شما همیشانه گرید با قراردادی استاز خاطره. اگر مثلا دیگه شما دیگه استازن دیگه بخشی گبتید معاش ما ایشان ندهند بلکه به خاطر که مثلا ما شاگرد شما اداره شما اینستیتوتان یا لیسان فارغ بوده تشویق بیان او یک چیزی هم پاوان خانواده و مثلا گیسا یک چیزی برابر کن ایشان الحمدلله است مثلا برابره. منت وارا ششما صاحب. در رابطه به لیلیا اگر ما را سرپدی دید باز واش شده ششما در بخش لیلیا که است قدیم مثلا بوتا اوان نون که است لیلیا معنی دارن بلکه اما شاگردی که مثلا مستحق بید اوان اما بدل آشا داین پی سرش ما گوشتید که اکثریت کواس اما بدل الاشا داین ای کجام کواس هستن که مستحق بین پی بدل الاشا کیلومتری اندازه که 15 به مرکز بید که مثلا آموزشی اما لیسا یا اینستیتوت چیه دور بید 15 کیلومتر ایرا مستحق بدل آشا بید اول سوالی انت که مثلا 20 کیلومتر اندازه قدر اگر چیه دورت ای چیه بید مستحق. منت وارا ششما صاحب. واجه جان به اولسوالیان آیا لیسه تکنیک مشما دارند یا خالی تانا زراعت است؟ نه ولا چی انت ولسوالی انت فقط زراعت هم یک چی لیسه تکنیک ما دارم مرکزی تا دیگه جانه انشالله امید ایشی هستید که لیسه تکنیک هم گذرات به ولسوالیان یک جا بید نش انشالله امید است که بید. شما لیسه تکنیک آنی کواس چی چیز اختراع داشتگن تو جور کرتگن اما را سرپدیدت و شاله بشش اما شاگرد چی یک ٹانکی مثلا اختراع داتگن تو امی خاطر امیر یک
تیاری که ای کارم مثلا انون کمکاریم امیرنگمند تو او بعضی یک خبکونی هم مثلا جور کرتن او بعضی دیگه چیز هستند که مثلا چی دستگاه جوجه کشی و مثلا دستگاه آب سردکن و گرمکن ایشان جور کردن چی لیسه تکنیک تم موجودین او چی بستنی دستگاه جور کردن تا که مثلا نیجین دایی چی انا بستنی انا وارتگون که جور کردن همیشه جور کرده و آینده انشالله کوشش کنن که اختراع داشته باید. منتوار ششما شما لوچگ و واحق زموار و مسئولان چیه؟ اما لوچگ زموار و مثلا یشند که پما می چیه زمین و کار برابر کنند اما انشالله ایده ایرنگین مشمه افغانستانی تا او خصوصا مشمه نمروزی تا ایرنگین نفر مردم و مثلا شاگرد ما دارن که پا آوان دستا که مثلا چی بید امی اختراع لوازم بیان انشالله توانند که هر چیزی که ما لوٹن جوڑ کنند. واجه جان پا لیسه تکنیک کواسان آیا زمینه کار عملی به داخل یا بیرون هم همانگی چیزش ریاست و امریت نیمه گابوته گید یا نه؟ الحمدلله ما پا شاگردان خاطر کار عملی خاطر ما مثلا مرکز طرف ما را تخصیص داده بید مواد خام خاطر مثلا به هر بخشی تا آوانه مثلا ما خریداری کنن شاگردان دین مثلا ما استاد بذاره استاد شوان کار عملی گفته بید او بیرونی هم ما دارن که مثلا ما گو چینکا شرکت سیلور سیستم یا مثلا دیگه می شرکت نا تفاهم کرتن تفاهم داشتن مثلا شاگردان روچی استاد و مثلا امیر یک استاد یک امیر مثلا شاگردان بعد آده اما کار عملی و سیستم نا پاوان یادن. منتوار ششما صاحب چه پیغام پا نمروز مردمان داره توانید که میروانی کنه صاحب؟ همه پیام پا نمروز مردمان ایشند که مثلا در این بخشا گو ما همکاری کنند او همکاری بیت انشالله می لیسه تکنیک یعنی پیشرفت کن تو مثلا شاگرد ما وقتی کار عملی تا پیشرفت کنن او ما توانن که مثلا دیگه شیشی گشتر ابتکارات و مثلا اختراعشان داشته باید. باز ششما منتوارم صاحب که وقتی قیمتین وقتاتی در مکترا به ماداته تو باز ششما منتوارم صاحب باز جوڑ باید اللہ پاک شما را کامیاب کند. عزیز گندوکان باز وشان لستم که تا ایدا مکترا وقتی پیریام بلوچیا گندوکو چارو کتد و باز ششما منتوارم پیریام بگور سرا رستگی من پرید نوریش میں پیریامان پیش کنوک تاندگر پیریام از ملوٹین اللہ شمی ساتو بی.